میرزا قاسمی اصیل شمالی که یکی از خوشمزه ترینای شماله اینجوری آماده میشه. با بانو همراه باش. اول باید بادمجونا رو کبابی کنید و پوستش رو بگیرید و بعد با چاقو یا گوشتکوب خوب له و پوره کنید. بعد از این مرحله نصف از سیری که نیاز داریم رو توی تابه بریزید و تفتش بدید. عطر سیر که بلند شد و قشنگ تفت خورد، گوجه پوره شده یا رنده شده رو هم اضافه کنید. آب گوجه بذارید قشنگ کشیده بشه و به روغن بیفته. حالا بادمجونا رو بهش اضافه و خوب مخلوطش کنید. یک کمی فلفل سیاه و نمک هم بهش اضافه کنید. حالا توی یه تابه دیگه مابقی سیر رو به همراه یکی دو تا تخم مرغ تفتش بدید. همش بزنید به این شکل آماده شد و تفت خورد. به بادمجونا اضافه و مخلوطش کنید. این میرزا قاسمی از یک کباب و شیشلیک هم بیشتر میچسبه. حتما سیوش کن و لایک کن که پستمون برات پاک نشه. نوش جونتون.